وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. سلامت باشید شما. خب برام الله مهربان شروع میکنم دوستان عزیز. خب طبق وعده خودمون که میگفتم که باید که موضوع ما وعلیکم السلام تفسیر قرآن و تزکیه نفس باشد. تزکیه نفس چه خیلی که گفتم برادران، این چی است؟ یعنی که نفس خود رو پاک کردن، دل خود رو پاک داشتن است. و وقتی تزکیه نفس میگوییم بسیارتر در نظرمان عملهای قلبی هست، چون که عمل قلبی خیلی در عبادت چیزی مهم است. شریعت هم خیلی مکاناتی بالایی برای عملهای قلبی قائل است. خب میشه به صحبت ما دویر به بعض آیات هایی که درباره سوره انعام دارد. اینجا یک چند آیات هایی است که ما چنده گرفته هستیم برادر از بعضی کتاب ها، از بعضی شرح ها، و فایدهش برای شما میخوانم. یعنی که از یک سوره معین نه فقط، بلکه از یک چند جای قرآن بگیریم و چی میکنیم برادر. خب یکم این است که الله تعالی وقتی درباره پیغمبران گپ میزند در سوره انعام آیه 82 سر میکنه، میگه که 83 و تلك حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم. یعنی این حجت ما است که به ابراهیم با استفاده از اون مشرکان رو در مناظره مغلوب کرد. یعنی ابراهیم علیه السلام وقتی که قوم خودشون رو مغلوب کردن، الله تعالی هم رو در نظر دارد. یعنی که اینجا نقل میکنه و میگه که بعد اون میگه که ووهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و كذلك نجزی المحسنین. بین اینجا نامهای پیغمبر اومده است از برادران، و زكريا و يحيى و عيسى و الیاس كل من الصالحين و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا على العالمین. یعنی الله تعالی پیامبران نقل میکنه که به ابراهیم میگه اسحاق دادیم، بعد از اون یعقوب دادیم، میگه همه اینا راهنمایی کردیم، پیش از اون نوح را راهنمایی کرده بودیم، میگه الله تعالی، و از ذریت داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و دیگه پیامبر اومدن. بعد از اون میگه که الله تعالی و اینچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. خب اینا همه اینا از انسانای نیک بودن، کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط علیه السلام. همه اونها رو میگه الله تعالی بر عالمیان فضیلت دادیم و کلا فضلنا علی العالمین. و میگه و من آبائهم و ازواجهم و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و واجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. بعد خیلی در آخر میگه که اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده.
فبهداه مقتده. برادران، یعنی که اینجا الله تعالی میگه که پس این پیامبران و آن پدران و فرزندان و برادرانشون که از آنها یاد شد در هم آیت‌های بالا راه یافتگان واقعی هستند. یعنی اینجا الله تعالی آنها را هدایت گفت، هدایت یافتگان هستند گفت. اولئک الذین هدی الله، آنها را خدا راهنمایی کرد. فبهداه مقتده، و به هدایت آنها و به راه یافتگی آنها راهنمایی کرد. گفت به همون راهی که آنها رفتند تو هم به همون راه، پس از راه آنها پیروی کن. گفت الله تعالی ما را، یعنی که هدایت داره به همین چیز. یک عارف بسیار جمله های زیبای نسبت همین کلمه داره برادر. بین اینجا گفته شده است که و آنهایی هستند که خدا آنها را راهنمایی کرد پس به راه آنها برو. یعنی که ما رو خدا نفق خطاب داره در آیت 90 سوره انعام. میگه که عارف میگه که یک آدمی که یعنی که همین چیز به قلب خودش همین چیز قبول کرد و این آیت همین خیلی زیر تاثیر گرفت که این آدم میگه که خدایا من آنچنانی که لایق به ذات تو هست آنچنان عبادت و نماز و روزه ندارم، و آنچنانی که داوود روزه میگرفت روزه نمیگیرم، آنچنانی که ایوب در بیماری و وزینه ها صبر میکرد من آنچنان صبر کرده نمیتونم، و آنچنانی که یونس علیه السلام در شکم ماهی تو را تسبیح میگفت و تو را ذکر میکرد من گفت نمیتونم، طاقت اینه ندارم. گفت و آنچنانی که یحیی به قوت و به نیرو به دین چنگ زد و به همین دین راه میرفت من طاقت اونا ندارم، برای اینقدر قوی نیستم. گفت و این چنینی که یوسف چشم خودش از گناه نگه می داشت من مثل اونها نیستم، مثل یوسف نیستم که چشم خودم از گناه نگه دارم آنچنانی که باید و شاید. و گفت که مثل محمد صلی الله علیه وسلم انسانی گذشت کننده هم نیستم، چخیلی که پیامبر وقتی مکه رو فتح کردند و اهل مکه وقتی برآمده سرخم پیش پیامبر ایستادند، پیامبر اونها رو نکشتن بلکه گفتن که روید همه آزاد طلاق گفتن اذهبوا فانتم الطلقاء. لیکن به نواز کلمه کلیدی همینجا از برادران آدم عارف گفت که ولکنی مثلهم یا الله احبک. من یک نقطه اشتراکی به این انسانهایی که در بالا گفتم که داوود گفتم برای تو، مثلا ایوب گفتم صبر ایوب، داوود روزه داریش، مثلا یونس تسبیح گوییش، یوسف چشمش از حرام نگه داشتنش، یحیی مثلا چنگ زدنش به دینه. آنچنان مقصد چی کردم مثل اونا نمیتونم، لیکن مثل آنها تو رو دوست میدارم. برای ما از تو میخوام که مرا ببخشی و مرا عفو کنی. یعنی که نکته کلیدی در همین گویم که چیزی که عارف برای ما نقل میکند از همین آیت برداشت کرده است این چی است؟ ولکنی مثلهم یا الله احبک. ای خدای من کار دارم که مثل آنها تو را دوست میدارم، مثل آنها عبادت کرده نمیتونم، مثل آنها روزه داشته نمیتونم، مثل آنها نماز شب خوانده نمیتونم، مثل آنها تقوا داشته نمیتونم، مثل آنها چشم داشته نمیتونم، مثل آنها دین سخت قبضه نمیتونم، لیکن نمیدونم که تو را دوست میدارم. یعنی از اینجا طلب داره که چی برادر؟ از الله تعالی مرا مغفرت کن، مرا عفو کن، از من گذشت کن. خب عزیزان بیننده، دومین نقطه‌ای که در اینجا بود در آیت دیگری آمده است. اینجا الله تعالی درباره میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات. خب ان الحسنات یذهبن السیئات در سوره هود آمده است دوستان بیننده و آیت 114 همین سوره هود است. خب میبینیم که الله تعالی برای ما چی اینجا میفرماید. الله تعالی گفت که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی که بیشک نیکی ها بدی ها را نابود میکند. آیت 114 تفسیری تاجیکش میبینیم برادر بار. ای پیامبر نماز را در اول روز ساعت ها بخوان به درستی که کارهای شایسته گناه های خرد را محو میسازند. این سخنان برای شخصان پندپذیر پندی بسیاری است. خب ببینید اینجا وقتی که الله تعالی ما رو به همین چیز خبردار کرده گفت که نیکی های شما گناه های صغیری شما رو محو میکند،
پیش از این اول گفت که و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. ای پیامبر، نماز را در اول و آخر روز و از ساعتهای شب برپا نما. یعنی گویا یک اشاره اینجا برای ما هست که دوستان، اینجا قرآن بگه که نماز یکی از سببهای بخشیده شدن گناه است و یکی از اساسی ترین چیزهایی که عبادت هایی که انسان گناهش میبخشاند. چون که بعد از اون که الله تعالی درباره قسم از روز و قسم از شب را با نماز گذراندن صحبت کرد، گفت ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی که بیشک کارهای نیک کارهای بد را چه میکند؟ نابود میکند. همون کارهای چه خیلی گفتیم گناههای صغیره رو برد، گناههای خرد را محو میسازند. و الله تعالی گفت که و این برای شخصهای پند گیرنده، اونی که این سخنان برای شخصایی که پند میگیرن گفت. یعنی گویا که گفته شد که هی بنده من برای تو به اصطلاح گفتم شپرگلکه داده شدم که یکی از سببهای بخشیده شدن گناه تو این نمازت است. وقت تو به وقت نماز خوانیت است. روز هم وقتی بیکار موندی مثلا 2 رکعت نماز نفل خوان، وقتی آفتاب وقتی عبید شد مثلا 2 رکعت یک نماز خوان، پیش از عصر یک 2 رکعت نماز خوان، بعد از شام خوان باز بغیر از اون نمازهای سنتی که میخونی. یعنی شب هم مثلا خفتن میخونی، بعد از اون نماز شب خوان باید خستگی بیدار شدی، باید طهارت خانه بروندی، باید طهارت کن، باید نماز 2 رکعت خوان. سبب چی میشه؟ بخشیده شدن همون گناههای معده و محو شدن اونها میشه. خب انسان عارف وقتی که این آیت رو خصوصا این آیت رو تفسیر میکند خیلی جمله های زیبا داره. میگه که هر باری که طهارت میکنی، میگه هر باری که گناه میکنی خود به خودت بگو که من نبرد را از دست دادم، من در این نبرد مغلوب شدم، لیکن من حالی جنگ مغلوب نشدم و جنگ از دست ندادم. معنی این چه برادران؟ یعنی که اینجا اشاره به اون است که گویا که ما با شیطان در جنگ هستیم. شیطان میبید و ما رو وسوسه میکند تو اینکه ما رو به گناه تیله کنه، ما رو به گناه انجام دهیم. یعنی که همین گناه وقتی که میگه تو گناه کردی که انسان است، یعنی که میکند انسان رو وسوسه میافتد، انسان خطاگی میکنه، میگه همین که گناه کردی، میگه خود به خودت گفت که درست است من یک نبرد بوی دادم در شیطان، لیکن جنگ بوی ندارم، ولی چون که جنگ حالی بردوام است. نبرد اینه که یک قسمی از جنگ بوی دادم، من یک معرکه بوی دادم مثلا، لیکن همه جنگ بوی ندادم. میگه یعنی که در مقابل شیطان. خب میگه که ناامید نشو، خودت حقیر مشمار، بلکه میگه خودت به دستگیر رو، طهارت کن، 2 رکعت نماز خوان، استغفار گو، به دست خودت میگه همون چی خدای خودت خوب یاد کن. میگه بعد هم میگه به همون چشمه هایی که به حرام نگاه کردی، به همون چشمه هایی که به اون نگاه کرده به گناه رفتی، قرآن خدا رو کشان. میگه خب قرآن خدا رو کشای و بعد اینقدر آیات های اون رو زمزمه کن و در نزد خدا، یعنی که از جمله توبه کننده ها بودن خودت به پیش خدای تعالی اظهار کن که خدایا من یه بنده خطاکارم، من یه بنده که نفسم بدی کرد، خطایی کردم، نامعقولی کردم، وسوسه داخل شدم، لیکن میدونم که تو خودت گفتی که هر باری که گناه کردی توبه کن، من توبت قبول میکنم. تو گفتی که ان الحسنات یذهبن السیئات. خب آخه تو بیکار نام خودت غفور نموندی که خدای من، یعنی تو نام خودت غفور موندی تو اینکه برای ما گوشزد کنی که چی تو خدای هستی که ما رو میبخشی، تو خدای هستی که صاحب مغفرت هستی. خب تو خودت برای اون غفور مونده که ما به تو بازگردیم، به مغفرت تو بازگردیم. یعنی ببینید این برای شما گفتم، این خدا گفت که این پند است برای هر انسانی که صاحب عقل است، برای اون که یعنی که وقتی انسان تأمل میکنه کلمه به کلمه همین آیت وقتی تحلیل میکنه، ببینید که همین کلمه غفور گفتنش معنیش که بندان درست من تو آفریدم، من تو میدونم تو خطاکار میکنی، گناه میکنی، فسق میکنی، فجور میکنی، لیکن دون که من خدای غفورم، با پیش من بیام تو میبخشم. که سرت خم کن، بیا مثل شیطان تکبر نکن، مثل شیطان سرت برند نکن، مثل شیطان به من گپ گردانی نکن. میگه الله تعالی مادامی که تو به من گپ گردانی نکردی، مادامی که تو خودت کبر ورزیده، خودت یک شخصی استثنایی حساب نکردی، درگاه من داری تو برای دری من درگاه من همیشه برای تو گشاده هست. همیشه میتونی که به من رجوع کنی، همیشه میتونی که از من چی طلبی مغفرت نمایی.
این یه آیت دیگری بود برادر عزیز. آیت میگه که دیگریش بل الانسان على نفسه بصیرة. همین آیت در کدام سوره است که میدونم برادر عزیز؟ اصلا خوب نبرد همین چیزا کم کم شنونده هم بیدار کنیم دوستو. همین آیت در کدام سوره است؟ بل الانسان على نفسه بصیرة ولو القى معاذیره. سوره قیامت. احسن برادر، در سوره قیامت هست دوستای عزیز. خب اینجا وقتی که به تفسیر همین سوره قیامت مراجعت میکنیم، اینجا آیت 14 همین سوره است برادر. الله تعالی میگه که بلکه انسان علیه خود شاهد است، چون که اعضای بدنش بر مقابلش گواهی میدهد. دیدید؟ یعنی که نبینه این یک آیت خیلی تهدیدآور است. در حقیقت وقتی ببینیم اگر آیت ما رو میگه که تو خودت میدونی که نقض میدونی که کی هستی و چی هستی. یعنی افتاده است که همه اعضای بدنت بر ضد تو شهادت میدهد. مثلا وقتی سوره یاسین میخونم دوستو، سوره یاسین میگه که الیوم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. امروز همین روزی است که الله تعالی میگه که روز میشه که دستاشون، پاهاشون، بدناشون، عضواشون، همه جاشون علیه اونها شهادت میدهد. خب یعنی خدای تعالی قادر است البته. یعنی که البته بین برادر ما سالهای گذشته هم تاکید میکنیم یا در موعظه فقط تاکید میکنیم، میگیم که حاضر به قرآن باور کردن و حرف قرآن باور کردن آسانتر است از زمان پیش. چرا آسانتر است؟ برای اون که حاضر برادر رو میبینیم مثلا تلفن هم گپ میزنه، مثلا صدا میبرد از تلفن، ساعت هم میبینی که گپ میزنه، مگنیتوفون هم میبینی گپ میزنه، کامپیوتر هم صدا میتهد. حاضر چیزای به شکل انسان ساخته که صدا دارن. یعنی که خب اینا یه مخلوق مثل ما انسان ها مثل آفریده شدن، با اون صدا علاوه کرده شدن. خب پس چرا خدایی که انسان آفریده است، یعنی که دست انسان گپ زننده نتواند، پای انسان گپ زننده نتواند، زبان انسان، چشم انسان، گوش انسان گپ نزناند، که همون گناهایی که به گوشش کرد و به چشمش کرد و به دستش کرد و به پایش کرد، همون اعضاهایش خبر کشن پیش خداوند. یعنی که این چیز باور کردن برای ما خیلی چیز آسان است برادران. خب بیاید اکو تفسیر همین انسان عارف مراجعه میکنیم که در همین آیت سوره قیامت چی گفت؟ گفت که تعریف و توصیف و مدح و ثنای مردم فایده ندارد کن. خب خصوصا اگر تو را تعریف کرده باشم با اون چی که در تو نیست، چون که آدما توی خانه تو نمیدونن چی که پس در حال تنهایی مثلا چیکار میکنی نمیدونن. انسانا اون چیزی که میبینن طبق دیدهشون مثلا نسبت تو گواهی میدن. بنابراین تو نباید که میگه مدح و ستایش مردم مغرور کند، با یکیش که چیز برای تو فایده نداره. میگه اگر میگه اونها رو میگه تو رو مدح کردنشون برای تو فایده نداره، میگه این چنین تو رو ضرر ندارد اگر انسانو درباره یک چیزایی را تهمت کنن که در تو نیست. چیز ضرر نداره چون که نیست و دل خودت هم آرام است که همین چیز در تو وجود نداره. میگه انسان هر قدر درجه اولی ترین انسانیگری برود، انسان قریب نزدیک به فرشته هم که شود، حتما انسان پیدا میشه که توی بعد ببینید در حقیقت گپ میزنه تو رو در حقیقت تهمت میکنه. این چیزی است که انیق است. یعنی که خب من بنتم مثلا حتی پیامبرا همین قدر انسانای پاک بودن، انسانای دلسوز بودن برای مردم، لیکن مردم بودن بین مردم اونها که اونها رو بد میدیدن، اونها رو بد میکردن. همین انسان هم بینه برعکس این، هر قدر ظالمی، خونخواری، لعنتی، نمیشدگی هم باشد، میگه پیدا میشه انسانه که همون دوست میدارن به همین قدر ظلم و ستمش. مثلا فرعون مگر دوستور و محب باش نبود؟ فرعون نمرود مگر دوستور و محب نداشت اطراف خودش؟ داشت البته. خب یعنی انسان میدن که اون رو دوست میداشتن و صدقاً هم دوست میداشتن. بنابراین تعریف انسان رو، توصیف تو رو هیچ بالا بردن نمیتونه، پایین هم بردن نمیتونه. قدح اونا تو رو ذرم نداره، تو رو
تنقید کننده‌شون برای تو هیچ ضرری نداره، مادامی که اون چیزی که میگن در تو نباشه. بنابراین مطرف ابن عبدالله میگه که مالک ابن انس گفت، میگه که مردم درباره من چی میگوین؟ امام مالک پرسیدن مادام گفت که این مرد گفت که اما صدیق فیثنی علیک، اما دوستات گفت تو رو ثنا میگوین، تو رو مدح میکنن. اما العدو فیقع فیک، اما دشمنات گفت در حق تو حرف گپای میزنن. گفت فقال، یعنی مالک گفت که ما زال الناس كذلك، یعنی آدم‌ها همیشه به همین شکل میشوند، به همین شکل میروند. گفت ولكن نعوذ بالله من اتفاق الألسنة كلها. بنای جمله طلایی امام مالک برادر، نعوذ بالله من اتفاق الألسنة كلها. خب دقت دوستان، اینجا امام مالک میگن که خب این گفت که جوابش گفت که دوستات توی تعریف میکنن، دشمنات توی بدی میگن. امام مالک فقط این چیزی عمیق است، گفت که انسان محب باش دوست میدارند و تعریف میکنن، بعد بیناش گفت گپای نامعقول میزنن. لیکن ما به خدا پناه طلب میکنیم وقتی که دوست و دشمن علیه تو اتحاد شوند و در حق تو بدگویی کنند. این از همه چی از روزی سیانمین است. وقتی که دوست و دشمن اتحاد شدند و در حق تو یگان گپ زدن، البته این چیز از خطری پیدا میشه که در این انسان همین چیز وجود داشتنش ممکن است. برای امام مالک گفتن که نعوذ بالله من اتفاق الالسنه، از یک شدن زبان دوست و دشمن علیه خودم به خدا پناه طلب میکنم. گفتن خب یا اینکه بعضی تفسیر گفتن که اینجا امام مالک در نظر داره میگه که من به خدا پناه طلب میکنم از اینکه مردم مرا تعریف کنند و تعریف اونها سببی چه شود؟ مغرور شوی من شود. یا اینکه مردم مرا مذمت کنند و خب و در همین چیز دیگرها هم با اونها شریک میشوند. و یا اینکه در اون چیزی که اونها گفتن گویا که در من پیدا شده باشد. بنابراین امام مالک رحمت الله علیه چو کردن؟ از همین چیز به الله تعالی پناه طلب کردن. خب یک آیت دیگر برادر با مثال از همین حکمت همین عالم باز استفاده بریم. آیت سوره نون، آیت 32 سوره نون است برادر، که اینجا الله تعالی میگه که عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون. یعنی که اینجا آیت میگه که امید داریم که پروردگارمان برای ما در عوض این باغ به کام آتش رفته باغ بهتری دهد. یقینا ما تنها به سوی پروردگار رغبت داریم، از او مغفرت گناهان و نیکی را خواهانیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. یعنی که امید داریم که این هم قصه دو نفری که برآمدند و رفتن که باغاشون دیگه به کام آتش رفته بود. خب دیگه گفتن که خدایا کن دیگه امید داریم، رفت باقی چیز رفت گفت دیگر امید داریم که به جای این برای ما دیگر چیز تو عطا کنی. خب در تفسیر همین آیت یا حکیمی دیگر میگه که با همین نمود سخنها، یعنی که وقتی چیزی رو که از دست دادی میگه اطفئ بهذه الآیه نار حسرتك على كل فرصه. یعنی البته فرصت می آید، ما فرصت رو ضایع میکنیم، از دست میدهیم، بعد چی همون آتشی همون حسرت ما رو نمیگذارد، تیز نمیگذارد، آروم نمیگذارد. این میگه که تو میگه همین آیت خانو میگه همون فرصتی که از دست دادی، آتشی حسرتی که فرصتی از دست دادی رو همیشه در دل تو علنگه زنونده میستد، همون به همین آیت خاموش کن. همین آیت خان عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، یعنی امید داریم که الله تعالی از این بهترش برای ما عطا کنه. یعنی که همون چیزی که از دست دادیم، میگم نیکی که به فکر ما و نیکی بود از دست دادیم، دعا کن که خدای تعالی چی از وای بهترش برای تو عطا نماید، که این کلی بلندی بندگی است و اعتراف است. مثلا یا از یکون وظیفه از دست داده باشه، مثلا کارمند بود سکرشین افتاد به اصطلاح حاضر گیم. خب از خدای تعالی همین آیت خوان که خدای تعالی نیکش برای تو نصیب کنه مثلا. یا اینکه یکون دوست و رفیقی داشت که از دست دادی، یا اینکه
یگان دوست به فکر تو انسان خوبه بود، باور میکردی، مثال گویم که وای انسان به نظر تو خیلی آدم نزدیک می‌نمود، لیکن در آخر رفت و انسان تو فروخت، در آخر رفت و انسان زیدی تو شد. و خب که میگه که خب خدا رو شکر که همین انسان رفت و با امیدوارم که خدا از این بهترش برای من نصیب کند. یعنی هر چیزی که الله تعالی از ما گرفت به حکمت از ما میگیرد و هر چیزی که برای ما گذاشت این یه مهربانی خدا است که برای ما به مهربانی خودش برای ما گذاشت. اگر حکمت دانستی برادر شکر کن، اگر حکمت ندانستی صبر کن. چرا؟ چون که تقدیر خدا همه اش نیک است، گرچنده که ما رو درک کنند و دلی ما رو سوزاندند. حکمت از همین آیت همین است، یعنی که گفتی روسا کلیچه‌های سلوش همین، یعنی کلمه طلایی، کلمه کلیدی همین آیت تفسیرش همین است. چی بوده است؟ اگر میگه که حکمتی همین از دست دادن همون مال است یا رفیق است یا وظیفه است رو دانستیم، چه میکنیم؟ شکر میکنیم. حکمتش ندانستیم صبر میکنیم. چرا؟ چون که تقدیر خدا نسبت بنده همش نیک است. تقدیر خدا نسبت بنده همش نیک است، گرچنده که بنده رو درد کندم، گرچنده که برای بنده وزنینم باشد، گرچنده که بنده رو وادار به گریه و ناله و فغانم کند. چرا؟ این حکمت الهی است. ما چه گفتم نمیدونیم حکمت، اگر دانستیم شکر، ندانستیم صبر. خب یعنی این خیلی نیست که مثلا آدم چی کنه دعوت به چی باشد که همه چیز با خدا واگذار کردن و دیگر حرکت نکردن و تنبلی نیست، بلکه برعکس است. یعنی که اینجا ما میخوایم که انسان همیشه قلبش معلق به خدا باشد، قلبش به خداوند دهد، یعنی که قلبش به الله تعالی دهد که خدایا حکمتش دانستم شکرت میکنم، حکمت ندانستم صبر میکنم، چون که من میدونم که همه قمم با تو باوری دارم که تو ذاتی هستی که یگان کارت که بر ضد من نیست. همه کارهایی که تو برای من میکنی و یعنی که یا نیکی حال دارد یا نیکی در آینده دارد، یا حال حاضر نیکی است برای من، یا که بعد آینده برای من نیکی زیادتر دارد. بنابراین برای همین شده میگه تو مرا از همین چیز محروم کردی. خب آیت دیگر برادران، آیت دیگر در سوره اعراف است برادران. آیت 21 میگه که الله تعالی درباره آفرینش آدم علیه السلام است برادران. چه خیلی پدرمون آدم را وسوسه نمودن شیطان در اینجا وصف میکنه. الله تعالی میگه که و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. بنا اینجا آیت وای میکنه شیطان وصف میکنه که اینجا میگه که و قاسمهما، کلمه قاسمه یعنی که شاید به شما معلوم است، یعنی که به یک کلمه تاجیکی ما خیلی نزدیک است. و به قاسمهما یعنی که هر دو وای میگه قسم خورد شیطان. قاسمهما یعنی که کلمه قسم است. و به نام الله سوگند یاد کرده گفت شیطان با کی؟ به آدم و حوا. ای آدم و حوا، بیشک هدف من از این مشورت خیرخواهی شما هست و من هدف دیگری ندارم. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین، من نصیحتگر شما هستم گفت شیطان. خب بینید کدام وقت شیطان برای انسان نصیحت میکرد است؟ هیچ وقت نصیحتگر نیست. لیکن اینجا شیطان خیلی شیطانیگر رو بکر برده. به نام الله قسم خورد، به نام الله قسم خورد. و قاسمهما یعنی که به نام الله خورد. خب انکنون اینجا بینه پدر و مادرمون یعنی که آدم علیه السلام و حوا هیچ وقت گمان نمی کردن که یک انسان، یک ذات به نام خدا قسم بردارو خواهد، قسم بردارو خورد. برای باور کردن به شیطان. فهمده؟ یعنی آدم باور نمی کرد که یک مخلوق بیاید و به خدا قسم دروغ خورد. حوا هم باورش نمیاد که مخلوق بیاد به نام خدا قسم خورد و دروغ گوید. لیکن ابلیس این کارو کرد. ابلیس این نامعقولی کرد. خب لیکن ببین همون کاری کرد نصیحت نامید. ببین مثلا دشمنا بسیار همین خدمت میشن که وقتی که یگان مثلا مسلمانان رو از راه زدن شون، اگر هیچ وقت همون نام نمیگیرن،
همون نام چیزی که میخواهند همون اظهار نمیکنن. به شما همچون یک نصیحتگر میبینن، مثلا بعد یک رشته به ترتیب ضروری نمیشود، لباس به ترتیب ضروری نمیشود، فلان کارو کنی نمیشود. یعنی که ظاهرا ببینی چی هست، او گپی خوب بود نسخه گویا که رشته تو به ترتیب است، رشته به ترتیب در آورده، یا اینکه لباس تو گویا اون باشد اون لباس. فهمیدید؟ اینجا شیطان اومد اونها رو به همین شکل نصیحت کرد. اونها رو نصیحت یعنی که در ناخونک از نصیحت دروغین است، نصیحتی که بر ضرری همون نصیحت شونده هست. این چیز نصیحت کننده فقط این کارو میخواد به فایده خودش استفاده بره. چون که وای درخت میشد نامش درخت چی مونیم؟ گناه، درخت چی؟ معصیت. اما شیطان وقتی که نزدی پدر و مادرمون حوا آمد و اونها رو وسوسه کرد، چون که اونها رو وسوسه کرد نخترش نزد اونها نه، چون که شیطان جنت در آمدن میتونه درم دیگه هم نیست. شیطان فقط وسوسه کرد از دور. میگه که الا ادلک علی شجره الخلد، آیا من شما رو به درخت ابدی دلالت کنم؟ یعنی که درختی که برای شما جاودانی میبخشد، حیاتی که در اون مردن نیست. لیکن اصلا این درخت چی بود؟ معصیت بود. شیطان نامش چی بود؟ درخت خلد. درخت چی؟ خلد، یعنی که جاودانی زندگی کردن. خب و ابلیسای امروزی هم چی؟ عیناً به همین شکل میروند. یعنی که شیطان هایی که مثلا در علیه دین الله تعالی هستند عیناً همین راه پیش گرفتگان. مثلا حاضر در بسیار جاها عرق را مثلا شراب مینامند، شراب ناب میگویند. یا اینکه در عرب ها مشروبات روحی، مشروبات روانی که انسان روانش به مزاج خوب می آورد. یعنی که یا اینکه حاضر مثلا لوچکی و عریانی را چی نام گذاشتگن؟ ماده کلمه خوشرو است، لیکن اصلا از حد اگر ماده این نقابش برداری میگه زیرش چی است؟ ما میخوایم که شما حجاب نپوشه، سرتون لوس باشد، بدنتون لوس باشد. فقط نامش ماده گذاشتن برای مسلمانان رو. هم میخوایم ما دشمن نیستیم به شما، ما میخوایم فقط شما چی باشه؟ به ماده روی و اینو. یا اینکه مثلا زنا رو گفتن که خیلی زنا حقش هر شخص است، آزاد است انسان. به نام آزادی مقصد چی میکنن؟ تیره بزنن. یا که فحش و فجور هم مثلا به همین شکل نیست. بنابراین یعنی که کلمه کلیدی از تفسیر همه آیتی و قاسمهما انی لکما من الناصحین این است که ای انسان به ظاهر کلمه ها مغرور نشو. ظاهر کلمه ابلیس اینجا قسم به نام خدا بود، لیکن چی بود اصلش؟ فریب دادن و وسوسه کردن آدم و حوای از جنت بیرون کشیدن بود. آمد نام درخت خلد و جاودانی نامید، برای اینکه به اونها وسوسهش با بسیارتر تاثیر کند. لیکن اصل و درخت چی بود؟ درخت معصیت و سرکشی بود. این همه خیال در همین عصر، خصوصا در عصر ما که زندگی میکنیم، دشمنی اسلام به همین شکل است. نامهای براق، نامهای درخشان و نامهای زیبایی میمانند، لیکن زیر اون نامها نامچه ها هست، زیر اون نامها کژدم های هست، به اصطلاح زیر کاسه یا نیم کاسه هست از نامهایی که میگذارن. هدف فقط چی است؟ تو رو از دین بیرون کردن، تو رو از دین کشیده بیرون کردن و از دین دور کردن و همین است. بنابراین این آیت خیلی آیتی به اصطلاح چی بود؟ تاثیر آوری بود برادران. هر قدر که نام زیبا و درخشان باشد به اون مغرور نشدن. خیلی که پدر ما آدم علیه السلام و حوا با قسم شیطان مغرور شدن. آیت دیگر عزیزان در این شب مبارک آیت از سوره باز آل عمران است برادران. آیت 133 از سوره عمران یا اینکه از سوره آل عمران است. این شاید اکثر شما شنیده هستید. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. و به انجام عملهای نیک و نوعهای گوناگون عبادت به سوی نزدیکی جستن به الله تعالی بشتابید و در این میدان به یکدیگر رقابت نمایید تا به مغفرت بزرگی پروردگارتان نائل گردید و وارد جنت شوید که پهنایی آن مانند پهنایی آسمان ها و زمین است. یعنی خدا آن را برای بندگان پرهیزگارش آماده کرده است. یعنی که ذکر پهنایی آسمان و زمین برادران برای چی است؟ در این آیت به اساس روشی به بیان
مردم عرب در افاده وسعت چیزی هست. یعنی که عرب ها که یگان چیز مثلا بزرگیش وصف کردن شوند هم بزرگیش های خود آسمان وسیع هست میگفتن. قرآن هم به همون شکل، یعنی که همون جنت وسیعش به همون شکل وصف کرد تا اینکه به ذهن بیننده نزدیکتر شود، یعنی که بزرگی و عظمتی بهشت که اونجا همه میگنجند. خب این آیت یعنی که ما رو دعوت میکند به چی؟ شتافتن به سوی مغفرت الله تعالی و مسابقه کردن با یکدیگر در عبادت ها. یعنی که انسان باید که مسابقه کنه در با برادر دینی خودش، مثلا چی در صدقه باشد، چی در روزه باشد، چی در نماز خواندن باشد، چی در قرآن آزاد کردن باشد. وقتی که انسان مسابقه کرد این چی سبب پیشرویش میشه در دین. خب این آیه هم بار میگه که و سارع الی مغفرت من ربک جنت عرض السماوات والارض اعد للمتقین، یعنی که این برای آدمای متقی آماده کرده شده است. خب برادرو، سارعو یعنی سرعت کنید، به تیزی شتاب کنید گفت الله تعالی. برای چی؟ چون که مرگ کسی رو انتظار نمیشود. یعنی وقتی که ملک الموت آمد و جان انسان گرفتنی شد، هیچ وقت منتظر خیر میگه حالا اسم کو یک کمی پلان کار کنم، اینو کمتر پلان بوده سلام صدق کنم بعد جانو میگیر. ملک الموت میگه نه تو ساعتت بود شد دیگه. خب برای آدمایی که میگن که پگه توبه میکنم، بسر رو توبه میکنم، فلان روز این کار میکنم، صدقه میکنم فلان روز، برای هیچ کی این گارانتی نیست. هیچ کی کفالت داده نمیده که ما توبه زنده میمونیم. برای بین خصوصا همین درسی بین کرونا که گذشته مثلا 3 سال 4 سال پیش چقدر جوانا رو مثلا از بین برده همین چیز، چقدر آرزوها داشتن، چقدر تمناها داشتن شاید که من فلان کار میکنم، بسمدان کار میکنم، لیکن جوانی گذشت 20 ساله بود، جوانی گذشت 30 ساله بود، جوانی گذشت 35 ساله بود، 40 ساله بود، 45 ساله بود. همه اونا آرزو داشتن، همه اونا شاید آرزوی جواناش با اویل داده داشتن و آرزوی فرزنددارشی بودن، آرزوی شاید قرآن خوان کردنی فرزند بودند و صدقه کننده و این و آن و دیگه، لیکن با اورشان نرسیده وفات کردن. بنابراین قرآن برای میگه که وسارعوا، کار نیکی کردن باشی شتاب کن، منتظر چیزی یا منتظر کسی نشو. لیکن انسان چی همون پیامبر در حدیث میگن که یکی از مشکلاتی مثلا انسان هم است که اونها با چی تکیه میکنن؟ به طول العمل، یعنی که ولی عمر من دراز است، آرزوهای زیادی اونها رو مغرور میکنن چیز. خب یعنی که میتونم بگم که این 1 دقیقه پیش مثلا یا انسان پدرش میمرد نزد خودش، مثلا ممکن پدرش ممکن 1 دقیقه پیش وفات کرد، لیکن شاید که 2 دقیقه پیش از وفاتش و انسان در ذهنش یگان چی بود؟ یگان پلن داشت که فلان کارو میکنم، لیکن ملک الموت برای فرصت نداد. چقدر انسان هستن که یک بار وفات میکنن، مثلا انسان هستن که سری دسترخوان وفات میکنن، انسان هستن که سری صحبت وفات میکنن، انسان راه هروان مثلا وفات میکنن. یعنی همه اینها وقتی که راه میروان خود ذهنش اون گپ که اون فکری هست که میگه واسه فلان کار میکنم، شاید میگه که باز میرم نماز پیشین بخونم، شاید میگه که من فلان کار میرم من این که دل که میکنم اینقدر فایده میکنم، لیکن اجل و این منتظر نمیشود، فرشته مرگ منتظر نمیشود. بنابراین آیت میگه که وسارعوا الی مغفرت من ربکم، یعنی که با سرعت و شتابان به سوی مغفرت خدای خود بروید. چرا میگه اینقدر شتاب روید؟ چون که 1 لحظه تأخیر شاید سبب چی 1 عمر محروم ماندن تو میشد از اون چیز. مثال زنده برادر از صحابه ها، مثلا یک شخص به نام الصنابحی که یک صحابی هست از یمن هست، میگه که خرجنا من اليمن مهاجرین نريد النبي صلی الله علیه و سلم فلما وصلنا المدینه قیل لنا، میگه که ما یک چند نفر مصلحت کردیم و گفتیم که بیاد مدینه هجرت میکنیم، نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرویم و پیغمبر ایمان میاریم و در خدمت اون کس باشیم و دین اسلام رو نشر میکنیم و اینا. میگه برای آمدیم وقتی مدینه رسیدیم برای ما گفته شد، یعنی که اومدیم خیلی دیدن که آدمای غریبی معلوم که در مدینه مردم گفتن خیلی بیای خوش اومدید، گفتن که چی اومدید، گفتن پیغمبر دیدنی. بعد میگه که یک گپ زدن که دیگر میگه چیز کاش که ما گپ نمیشنیدیم، گفتن که مات رسول الله منذ 5 لیالی، پیامبر میگه 5 روزک پیش وفات کرد. تصور کنید یه انسان از یمن اومده است 1400 کیلومتر، فقط مقصدش پیامبر دیدن و دست پیامبر بوس کردن و یعنی که اظهار محبت پیامبر کردن و
اظهار امتی کردن به پیغمبر است. اینقدر راه ها را طی کردن آمدن، لیکن 5 روز دیر کردن. نکن و آدم مثلا حالت روانیش فکر کنه، یعنی که روان آدم چی کرده باشه، چقدر خوش ملامت بکشه که من کاش که 5 روز پیش میبرم، کاش که 6 روز پیش میبرم و آخر یک بار به می چشم خودم چهره مبارکی پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینم. بنابراین اگر همین آدم همین آیات عمل میکرد و همین آیات و سارعوا الی مغفرة و شاید چی میکرد به شتاب مثلا مغفرت چی میکرد، کوشش میکرد، پیامبر میدید. لیکن ببینید کمتر مثلا هم میریم دپگه شاید خب بسردون میریم امروز با این قربون و این قربون مون، بعد دیگر چی شد اومد که پیامبر وفات کردن که 5 روز پیش. تصور کنید همین آدم چی باشد احساسش در اینجا برو. بنابراین خیلی گفتیم شتاب کنید. شاید که شتاب نکردن، شاید که بی‌پروایی انسان از جنت محروم میکنه، نعوذ بالله. شاید که بی‌پروایی نعوذ بالله انسان از جنت محروم میکنه، نعوذ بالله. برای انسان مسلمان چی میکند؟ حرکت میکند. بنابراین مسلمان تاجیک مثلا ممرم باید دارد که مثال دارم میگه که کار امروز رو به فردا مگذار، کار امروز رو به فردا مگذار. خب بنابراین خیلی این چیز برای ما درسی بزرگی هست. خب یک آیت دیگر برادر اینجا میخونیم از سوره بقره و با همین صحبتمون رو جمع بست میکنیم عزیزان. آیت 45 سوره بقره هست. اینم یعنی که تفسیرهای حکیم، این تفسیرهایی که شده است برادر رو از یک چند مثال کتاب جمع شده است، از یک کتاب نیست، البته از چند کتاب جمع شده است تو اینکه چی برای ما یک درسی شود. خب الله تعالی در این آیات میگه که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این همه آیات شاید که اکثر ما میدونیم، شاید اکثر ما در تراویح ها همه آیات میخونیم و اینجا الله تعالی ما رو تنبیه میکند، آگاه میکند، میگه که و در تمام حالتهای دینی و دنیوی خویش از صبر و نماز شما را به خدا نزدیک می‌سازد، مدد بجویید. یعنی الله تعالی از ما رو بگه که از نماز مدد بجویید. واستعینوا، استعانت یعنی که مدد جستن، کمک پرسیدن با چه؟ با صبر کردن و نماز خواندن برادر. با صبر کردن و چی؟ نماز خواندن. واستعینوا بالصبر والصلاة یعنی که معنای این است که در تمام حالتهای دینی و دنیوی خویش از نماز و صبر شکنید که شما را به خدا نزدیک میکند مدد جوید. خداوند به شما کمک میرساند، حفظتان میکند و ضرری برایتان رسیده را برطرف مینماید. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و همان نماز عمل مشقت آور و گران است مگر برای بندگان در مقابل پروردگارشون فروتن. یعنی که انسانای تنبل خدای تعالی گفت که اونها خاشع نیستن. گفت خاشع انسان فروتن است، انسانی که سرش خم است، انسانی که بندگی خوشه به طور باید و شاید در نزد خدای تعالی اعتراف میکند. غیر خاشع اون است که تنبلی میکند، کشال میکند، به اصطلاح مغمبری میکند، سر خم نمیکند به خدای خودش. اینجا گفت که به نماز و صبر و استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک طلب کنید، مدد جوید، چون که صبر و نماز شما رو به خدا نزدیک میکند. و صبر و نماز بسیار کار وزنین است مگر برای شخصی که چی باشد؟ خاشع باشد، مگر برای شخصی که خدا ترس باشد، مگر شخصی که بنده خدا بودن خودش اعتراف کند. و الا اگر که همین صفات رو نداشته شد، یک صفتی یک انسان میشه مثل یک انسان منافق. الله تعالی ما را از این چیز، از این خصلت‌ها نگه دارد. خب اکنون میگذاریم به همین تفسیری همین آیات برادران. میگه که در تفسیرش این دنیا است که ما کشت و کار میکنیم لیکن میوه نمیگیریم. یعنی اینجا دنیای کشت و کاری عمل هست برادران. عمل خودم میکاریم لیکن در آخرت میگیریم حاصلش میوهش در آخرت میگیریم. یعنی خیلی میگن که گندم زی گندم، جو زی جو، چیزی که کاری در آخرت میگیری از این چیزی زیادی نمیگیری یا کم نمیگیری. چون که الله تعالی میگه که ولا یظلم ربک احدا، خدای تو کسی را ظلم نمیکند. این دنیا دنیای امتحان است، نه دنیای جزا. جزا در آخرت است، پاداش در آخرت است. خب پاداش نیک باشه، خب پاداش بد در آخرت انسان میگیرد. اما اینجا
در امتحان الله تعالی هست شب و روز. خب از جمله امتحان هایی که الله تعالی برای بندهاش میفرستد این است که بالای اونها مصیبت ها و وزنی ها میفرستد. مثل یگون نزدیکترین انسان از دست دادن، اینکه مال از دست دادن، کالای از دست دادن، همسایه بد، زنی گب نادرای زبان دراز، یا اینکه یگون مدیر ظالمه که یعنی که بالی انسان ظلم میکنه، بالی کارش ظلم میکنه، یا دقیقه دیگه کشوکش میکنه قدیش، یا دقیقه دیگه از ماهونش مثلا قطع میکنه. یه چیزی است که الله تعالی انسان مبتلا به همین چیز میکنه. اگر وای کارو پفت رود بشوره، شاید که دیگر کار یافتنش مشکل است، مجبور چی میکنه، سرخم میکنه، کار میکنه. یا همسایه یا زنی که مثلا زبان دراز است، مثلا 4 5 بچه داره، دلش نیست که بخواد زنی زده و زبان دراز نامعقول مثلا ویل کنه و دیگر زنی دیگر گیرد. خب یا همسایه بعد مثلا احتمال است که شب و روز انسان اذیت میتید، لیکن انسان با صبر میکنه. همه اینا چیز از امتحان است از طرف الله تعالی است. هر شخصی که در همین چیزها، این من برای مثال آوردم اینجا، لیکن مثال ها خیلی زیاد، مثال ابتلا و مثلا مثال امتحان خیلی بسیار است برای انسان. بعضی انسان با کمبغلی خدا الله تعالی امتحان میکنه، بعضی رو با بایی، با پولداری و ثروتمندی امتحان میکنه، بعضی رو الله تعالی با صلاحیت و سلامتی امتحان میکنه که چقدر همین که شکر خدا رو وجود میارد. بعضی رو با بیماری ابتلا میکند و به همین چیز الله تعالی به امتحان میکند. این نکن وی خدا است، این هم ریسک است که خدا اون خیلی تقسیم کنه بین بندهای خودش. بنابراین هر شخصی که غضب کرد و خشم کرد به این امتحان الله تعالی بگن که چی از امتحان افتید. و هر شخصی که شکر کرد، سرش خم کرد، صبر کرد، از همین امتحان میگذره. صبرش که برای الله تعالی هست، شکرش هم برای الله تعالی هست. خب یعنی یگان انسان در دنیا از این مصیبت، از این امتحان خلاص نیست، حتی پیغمبران، حتی اینکه پیغمبران برعکس پیغمبران مصیبتشون وزنی‌تر میشد. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی شدیدترین بلاها باری پیغمبران میاد، سپس به آنهایی که پیغمبر مانندترند و سپس به آنهایی که به آنها مانندترند. خب یعنی که چقدر مثلا پیغمبر رو بالاشون عذاب سخت بیاید، اونایی که پیغمبر رو مانندتر هستن، یعنی که اونای علمای امت مثلا پیشواهای امت، هر قدر که در دین خودشون خالص باشند و مخلص باشند، همین قدر بالی اونها الله تعالی مصیبت های زیاد رو میارد و با همین چی میکند و بنده را از گناه در دنیا شستشو میکند، در آخرت تاب تازه سفید پیش خدای خودش میرود. خب اهل اخبار و سیره، علمای تاریخ نقل میکنن که ذوالقرنین همون پادشاه مشهور وقتی که شهر بابل میرسد، بیماری شدید او رو گریبانگیر میشود. خب میدونه که دیگر وفات میکنه، دیگر جای گریز نیست، یعنی گفت که من دیگر این کسل نجات یافتن ممکن نیست و دیگر از اینجا وفات کردن ممکن است. بعد یکی در ذهنش مادرش میاد، برادرم مادرش میاد. خب خواست که دلی مادرش بردارد اونجا، برای مادرش یک گوسفند خیلی بزرگی، گوسفند کلان میفرستد اونجا. خب بعد وصیت میکنه که اگر که موافق کرده اون گوسفند ذبح کنه. میگه بعد از اون همین گوسفند پزید. خب بعد میگه بالای همین طعام من، یعنی که همین گوسفندی که برای من ذبح کرده، انسانا رو دعوت کنه. میگه فقط همون انسانای دعوت کنه که باید مصیبت نداشته باشن. میگه یا انسان‌هایی که یگان خیش تبار و پدر و مادرش وفات نکرده باشد. خب بعد وقتی که وفات میکند وصیتش به جا میارن، همون گوسفند میکشن، میخوان که همین انسان رو دعوت کنن که در همون مثال خیرات یا اینکه در همون معرکه مرده نه مصیبت داشته باشد و نه یگان شخصی نزدیکش مرده باشد. میگه لیکن اکنون دعوت کردن، در همون شهر اعلان شد که کسی که بلا نباشد، بر یگان مصیبتش نباشد، پگاه مثلا خانه ذوالقرنین بیاید و مثلا صدقات است. کسی که یا پدرش یا مادرش نمرده باشد، یا کسی رو که فرزندش یا اینکه عمکش یا خالش یا عمش نمرده باشد و هم بیاید. لیکن عجایبات این بود که هیچ که نآمد دسترخوان خوب خوریش که نیست. چرا اینکه خانه نیست که در اونجا مصیبت نباشد، خانه نیست که در اونجا یک شخصی رو از دست نداده باشن، یا پدر یا بابا یا بیبی یا مادر یا
پسر یا دختر یا خاله یا عمه یا تقا یا فلانه، یا یکون خانه است که مصیبت نباشه. بعضی انسان است که مثلا میبینید انسان صحت سلامت است لیکن پرابلم های دیگه دارد، یا انسانی که کسل است لیکن پرابلم ندارد، دیگر پرابلم غیر کسلی، یعنی که الله تعالی مصیبت های گوناگون برای بنده‌هاش میفرسته. یعنی انسان است که مثلا تمامی کار و بارش خوب است لیکن قرضدار است. مثلا گیریم همه طرفه گیریم، مثلا در خارج مثلا در روسیه زندگی میکنه، دکومنتاش همش 100% است، قرض داره. لیکن یک چیز دیگر که در روسیه زندگی میکنه دکومنتاش نیست، فکری در فکری همین بعضی نوع چیزا، لیکن خدا تعالی برای ریسک وسیع داده است، اینکه از این طرف مالی و مثلا تامین کرده است. اینا میخواد از اینه که یگان انسان نیست که از این مصیبت خالی باشه. خب مادرش این پیامه که ذوالقرنین خوب فهمید، درک کرد که چه یگان انسان، یعنی که گویا که ذوالقرنین میخواست برای مادر که مادر تو یکمین مادر در دنیا نیستی که فرزند از دست باشی، مادر تو آخران مادر نیستی که فرزند از دست میدهد. تا آمدن تو مادرهایی بودن که فرزند از دست دادن، یعنی که داغ فرزند دیدن، و بعد تو نیز خواهند آمد مادرهایی که داغ فرزند میبینن. خب و بعد تو مثال آری بومیان پیش از تو هم بودن، بعد تو هم میشوند خیلی چیزا. یعنی که این برای فقط خدا توی به این چیز امتحان نگرد که تو گریه و ناله و فغان و داد و فریاد کنی. خب بنابراین مادرش اینکه وقتی این یقین کرد، همین چه فهمید مقصد پیام پسرش، گفت که رحمک الله بررتنی حیا و میتا. بینه برادر، انسانی ذکی، انسانی زیرک، بینه که وقتی مادرش به همین چیز خواست که تسلیت بخشد و نخواست که مادرش مثلا در مصیبتش دلش سوزد و دولینش برود و قندش برود و فرود و عذاب کشد، همین یک راهی حکیمانه رو استفاده برد که به همین یک گوسفند مقصدا فریاد کرد، مردم گفت که بینه کسی به مصیبت باشه بیاد، هیچ کی ناامد دیگه، همه خالی. گفت که خداوند تو رو رحمت کنه بچم که تو هم در زنده بودنت برای من نیکی کردی، هم بعد مردنت برای من نیکی کردی. گفت که با مرگ تو من اینقدر رزق نشدم، با مرگ تو من اینقدر مثلا روح افتاده نشدم، چون که دیدم که همین شهر یگان کس ناامد برای خوردن هم گوسفندی تو، چون که یگان شهر یگان انسان بی مصیبت نیست، یگان انسان نیست که مثلا به پدرش نمرده باشد و مادرش نمرده باشد و اینکه پسرش نمرده باشد و دخترش نمرده باشد و یا خاله و تقای عمه و تقای بچه و دیگرش باشه. خب یعنی که همین چیز قصه ای که از این چیز آوردیم از من ذوالقرنین در آخر خیلی چیز از برادر درسی مهمی هست برای ما که باید که همیشه صبر کنیم، صبر پیشه کنیم و از عبادت الله تعالی دور نشویم. که نماز است، نماز خیلی کمک میکنه. خیلی در حدیث امروز میگن که اذا حزبه امر قام فصلى، اگر پیامبر یگون چیزی غمناک میکرد، اندوهگین میکرد، یگون وزبین، یگون خبرای ناخوش میشنید، میخواست و قلن دو رکعت نماز میخواد، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب اینجا برادر ابو تراب سوال است که برادر عزیز سوال، عمر ابن خطاب نماز تراویح خودش خونده است؟ لطفا جواب دهید، بسیار ضرور است. سوالش معلوم نیست چه خیلی عمر ابن خطاب خودش خونده است. یعنی یا گفتنی که عمر همین چیز بافته برام رازو چی مراد من نفهمیدم راست مقصدت اینجا. خب بنابراین اگر برادر سوالش خوب نشون میداد واضح‌تر میگفت، چه میکنم شاید فردا سوالش آشکارتر کنم برادر رو. انشاءالله تو فردا شما رو در پناه الله تعالی میسپاریم. در دعا باشه برادر فلسطین فراموش نکنیم که در ضایقه هستند، در تنگی هستند، در وزنینی هستند. الله تعالی خداوند رحمت و مغفرتشون کند، مرده هاشون رحمت کنه، شهیداشون خداوند قبول کنه، زنده هاشون در پناهش نگه داره، کودکار الله تعالی در پناهش نگه داره، دست دشمنان رو کوتاه کند، دشمن دستش شی کند الله تعالی. هر شخصی که به امت محمد علیه السلام دست و زبان دراز بکند، خداوند دست و زبانشون قطع کند، نابود کند، اونها رو به خاک یکسان کند. اونهایی که امت محمد رو اینقدر خوار و زور کرده شدن، الله تعالی اونها رو خوار و زور در دنیا و آخرت گردانه. برادران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب اینجا درباره ذوالقرنین فرصتیانه ذوالقرنین معلوم نیست برادران ملتش چی است، چون که در قدیم میدونه که اینقدر مردم به این چیزا اعتبار نمیدادن، یعنی که ملیت ها تقریبا وجود نداشت، که اون زمان دولت ها به شکل ملی هم نبودن. مثلا گریم ایمپری فهم گریم ساسانی و اخیران ایمپری فارس رو بینه، یعنی که اگر حاضر تریتوری فقط ایران نبود اونجا، این طرفش تو قریب فلسطین آمدن، گاهی دو مصر رفتگن مثلا ساسانی ها، این طرف قریب تو همین استانبول آمدگن و بالا قریب تو طرفای کافکاز میروند، تو داغستان و چچنه و اون طرف رو میروند، پایین تو هندوستان میروند، تو جاهای ما رفتگن تا سرحدای مثلا تاجیکستان. خب برای نمیتونم بگم که بعد در ضمن اونها ملت های گوناگون اونجا عرب ها بودن، مثلا کلدانی ها بودن، آشوری ها بودن، سوریانی ها بودن، یهودا بودن در اون دولت، مثلا یا اینکه حاضر من بلوش و قومیت های مثل ترکمن و مثلا آذری و کرد و این کافکاز دیگر چند ملت ها، یعنی که همش مثلا دولت ایمپری فورس حساب میشن. اکنون از کجاش میشد الله تعالی میدونه که از کدام قومش است. البته هر کی میخواد به خودش نسبت دید و خودش خرسند کند به این چیز مثلا، لیکن چیزی انیقی در این باره نیست، خصوصا این چیزی که پیش از پیغمبرمون هزارها سال پیش شده که از این واقعه ها برای من چیزی گفته نمیتونیم. خب بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.